دادگاه دوم حوزه حربی غربی روسیه در شهر مسکو روز 26 آگوست سال 2024 نوزیمووا نام یک زن از تاجیکستان را به دلیل به مادرش به سوریه فرستادن 15,000 روبل به مبلغ گذاری تروریسم گناهکار شناخته به 8 سال زندان محکوم کرد. در این باره از تالار این دادگاه خبرنگار خبرگزاری روسی تاس خبر داد. evgeniy zubov قاضی پرونده ضمن قرائت حکم گفت نوزیمووا بر اساس قسم پنجم ماده 33 و قسم یکم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه مساعدت یا همدستی به فعالیت تروریستی گناهکار دانسته شده به مدت 8 سال از آزادی محروم کرده شد. با قرار دادگاه نوزیمووا حکمش را در مبحث نظامش عمومی ادا خواهد کرد. بنا به فرضیه تفتیشات نوزیمووا با مقصد مبلغ گذاری فعالیت سازمان تروریستی در روسیه و تاجیکستان ممنوع دولتی اسلامی یا داعش با یک نفر شخصیتش نامعین به سوریه 15,000 روبل برابر $160 پول فرستاده است. خود نوزیمووا یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح پرونده دسترس نیستند، ولی خبرنگار تاس میگوید در دادگاه این زن اتهامات اعلام شده را به گردن گرفته است. طوری قبلا خبر دادیم روز 22 آگوست در روز اول مرافعه نوزیمووا نقل کرده بود که او از سال 2014 با مقصد حفظ ارتباط با اعضای خانواده‌اش که به سوریه رفته بودند و تحت جستجو قرار داشتند و کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همکاری میکرد. او همچنین بیانات داده بود که اون 15,000 روبل را با مقصد کمک به کودکانی که در سوریه در اردوگاه‌های اسیران قرار داشتند و همچنین با مقصد حفظ رابطه با مادرش که نیز در همون اردوگاه اسیران قرار داشته است فرستاده بود. در محبس‌های روسیه با عین اتهامات انتقال پول به سازمان‌های تروریستی ده‌ها مهاجر تاجیک ادای حکم می‌کنند، ولی درباره با چنین اتهام در روسیه به جوابگری کشانده شدن زنان تاجیک تا کنون یگان خبر به دست نرسیده بود.